سلام و درود خدمت شما به کانال رسانه اندیشه خوش آمدید. ایا تا حالا فکر کرده اید که عادات و تصمیم که شما هر روز میگیرید میتونه باعث پولدار شدن شما و یا هم فقیر شدن شما شود؟ اگر نه پس با ما همراه باشید. امروز 15 راهکارهای پولدار شدن را در این ویدیو بررسی میکنیم، از عادات کارآمد تا رویه‌هایی که به رشد مالی شما کمک میکنند. شماره 1. برنامه‌ریزی مالی روزانه کلید مدیریت اثربخش مالی است. با دقت و توجه به جزئیات، می توانید هزینه‌ها و درآمدهای خود را مدیریت کنید. این رویکرد به شما کمک می کند تا از پس‌انداز خود به نحو احسن استفاده کرده و از هدر رفتن منابع مالی جلوگیری کنید. شماره 2. صرفه‌جویی هوشمندانه به معنای پس‌انداز بخشی از درآمد روزانه در حساب پس‌انداز است. این کار باعث می شود تا در زمان نیاز، منابع مالی کافی در اختیار داشته باشید. شروع پس‌انداز گام مهمی در جهت استقلال مالی است. شماره 3. سرمایه‌گذاری روزانه فرصتی برای افزایش دارایی‌های شما فراهم می‌آورد. با آموزش و انجام سرمایه‌گذاری‌های کوچک روزانه، می‌توانید ریسک را کاهش دهید و از مزایای ترکیبی سود بهره‌مند شوید. شماره 4. ارتقای مهارت‌های فردی با وقت گذاشتن برای یادگیری مهارت‌های جدید هر روز به شما کمک می‌کند تا در بازار کار رقابتی امروزی برجسته شوید. افزایش مهارت‌ها به معنای افزایش فرصت‌های شغلی و درآمدزایی بیشتر است. شماره 5. شبکه‌سازی مؤثر نقش کلیدی در موفقیت شغلی و مالی دارد. ارتباط با افراد موفق و یادگیری از تجربیات آنها می‌تواند درهای جدیدی را به سوی فرصت‌های شغلی و سرمایه‌گذاری برای شما باز کند. شماره 6. مدیریت زمان اساس موفقیت در هر زمینه‌ای از زندگی است. با استفاده بهینه از زمان، بهره‌وری شما افزایش یافته و امکان تحقق اهداف مالی بیشتری در اختیارتان قرار می‌گیرد. تعیین اولویت‌ها و تمرکز بر کارهای با اهمیت کلید اصلی است. شماره 7. مطالعه روزانه می‌تواند دریچه‌ای به دنیای جدید از دانش و مهارت‌های مالی باشد. خواندن کتاب‌ها و مقالات مرتبط با موفقیت مالی نه تنها دیدگاه‌های جدیدی را ارائه می‌دهد، بلکه شما را با اصول و تکنیک‌های جدید آشنا می‌سازد. شماره 8. تناسب اندام و سلامتی مستقیماً بر عملکرد کاری و توانایی مدیریت مالی تأثیر می‌گذارد. فعالیت بدنی منظم و رعایت رژیم غذایی سالم به شما کمک می‌کند تا با انرژی و تمرکز بیشتری در امور مالی خود موفق شوید. شماره 9. توسعه روابط مثبت با افرادی که انرژی مثبت به شما منتقل می‌کنند، می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر موفقیت مالی داشته باشد. این افراد می‌توانند منبع الهام، حمایت و راهنمایی در مسیر رسیدن به اهداف مالی باشند. شماره 10. انضباط مالی سنگ بنای موفقیت در مدیریت دارایی‌ها است. با خودداری از خریدهای غیرضروری، نه تنها پس‌انداز بیشتری ایجاد می‌شود، بلکه این رویکرد زمینه‌ساز یک زندگی مالی باثبات و بدون دغدغه در آینده است. شماره 11. ایجاد درآمد اضافی راهی مطمئن برای تقویت وضعیت مالی است. با کشف فرصت‌های جدید و به کارگیری توانایی‌ها و مهارت‌های خود در حوزه‌های مختلف، می‌توان یک جریان درآمدی پایدار و اضافی را تجربه کرد. شماره 12. ریسک پذیری محاسبه شده در سرمایه‌گذاری به معنای شناختن و ارزیابی دقیق فرصت‌ها و خطرات موجود است. این رویکرد امکان دستیابی به بازدهی بالاتر را فراهم می‌آورد، ضمن اینکه ریسک از دست دادن سرمایه را به حداقل می‌رساند. شماره 13. تقویت خلاقیت به ما این امکان را می‌دهد که فرصت‌های جدید را بیابیم و راه حل‌های نوآورانه‌ای برای مسائل پیچیده ارائه دهیم. خلاق بودن به معنای دیدن دنیا از زاویه‌های متفاوت و پیدا کردن روش‌های جدید برای حل مشکلات است. شماره 14. تمرکز بر اهداف مالی واقع‌بینانه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری مستمر است. این کار باعث می‌شود تا انگیزه ما برای رسیدن به موفقیت‌های بزرگتر در زندگی حفظ شود و همیشه در مسیر پیشرفت باشیم. شماره 15. داشتن ذهنیت مثبت در مسیر موفقیت مالی بسیار حیاتی است.
اعتماد به نفس و نگرش مثبت به ما کمک می‌کند تا با چالش‌ها به شکل موثرتری مقابله کنیم و از موانع به عنوان پله‌هایی برای پیشرفت استفاده کنیم. با اعتماد به خود و پیگیری این 15 عادت کلیدی، می‌توانید راه خود را به سوی ثروتمندی و موفقیت بپیمایید. امیدواریم که این مطالب برای شما مفید بوده باشند و به شما کمک کرده باشند تا به آرزوهای مالی خود برسید.